با یه ویدیویی از بازی ماینکرافت. بچه امروز سرور بچه خودم اومدم بیم بازی کنیم. بچه فقط یه چیزی اگه میخوایم تو سرورم بازی کنید باید یه فرمی اونو پر کنید. فرم دیگه، فرم عادیه، اسم چیز هست باید بفرست بر خودم. حتما میکنم بعد مثلا بعد 1-2 روز میخونم. آخه من همیشه میرم توی بچه نسخه نه کنگو بچه یه فرمی باید تو کانالم پیدا میکنید. روبیکا، تلگرام و ایتا همشون هستن. اولین دومین چیزی بود که بکنم اول گذاشتم توی کانال ایتا. همین چه درخت اینجا پیدا نمیشه. خب بش فرمش دیگه فکر کنم الان فرمش این بر میاد. هی بذارم شاید نکنم. بذار الان بهتون بگم فرمش. اسم خودتون بچه ها، اسم خودتون اسم خودتون باید بذارید. اسم خودتون یعنی باید بذارید اسم دیگه سنتون رو باید بذارید، اسم در اترنوس و اسم در بازی و نوع لانچرتون. مثلا الان با پوجاب لانچر بازی میکنم. هر چیز فول کرافت لانچر، تی لانچر، ماینکرافت همه میشه. هر کی بگی هر چی بگی میشه. هر لانچری فقط لانچر اسم نمیشه. ببینم چی میخوام بدونیم که لانچر میشه. این لانچر هم توی جزء فرم مثلا میشه باید پرش کنیم. بچه اگه پر شد، اگه سرورم مثلا زیاد فرم اترنوس رو دادن، شاید اترنوس رو نخواد بده. اترنوس هم ندی مشکلی نیست، ولی مجهز به خاموششان سرورم نیست. خاموششان کردن فقط دسترسی میدن، یه چیز دیگه نمیدن. خب این برنامه خواستم اسکرین شات بگیرم ازت. تو نگاه این ولی رخ نکن. توی دقیقه این ور نکن. ای داده بیداد تازه این آورده بود. یه جا وایسید. یه دونتون کجا همونجا وایسم. آب داری چی کار میکنی؟ برو اون ور. تو نیستی بریم. گرفت دیگه. چی گرفتی ببینم؟ نیدم چی. حالا یه عکس خودم ازش میگیرم. حالا گوسفندن دیگه نمیفهمم. دارم عکس میگیرم، اسکرین شات ازش میگیرم بزنم رو تامنیل ویدیو. اینم یه جور پارت اوله SMP میشه. پارت اول SMP تاکسیک.
اسم بچه توی اترنوس ساختم. میتونستم فیلیکس بسازم ولی خب دیگه اوکی. میتونستم مثلا یه سایت دیگه هم هست با اونم بسازم ولی دوتاشون فیلیکس هم بدک نبود. خب با اترنوس ساختم. اترنوس دیگه راحت تره دیگه. فیلیکس خیلی سخته. قبول دارید؟ اون یکی دیگه هم که هیچی، اون آسون ترین حالتش ولی اونو حوصله نکرد بسازم. خیلی دیر ران میشه. بچه اترنوس وقتی بعد از ظهر بشه بیشتر مردم میریزن رو اترنوس به خاطر همین. بچه نسخه اگه خواستین نسخه 1.25 هم بازی کنم حتما بگین تو کامنت. من هیچ چه شیده نزدم. باشه چه اسکرین شات گرفتم. بچه این یعنی صبحش نما کنید بچه اصلا به صبح نمیخوره. این ور سیاه اون ور صبح، اون ور سیاه اون ور سیاه این ور شب. حالا ببین چیه شیدره. خدا این شیدره. اوکی این بهتر از خیلی لگ میشده. خب شیدرم خراب نیست چرا؟ خب دیگه اوکی بشی. خب الان آماده ایم بریم تو غار. صبح یه شبه. بذار خاموش کنیم شیدر رو. اوکی این بهتر از شیدرها رو آف کنیم. وی از همینجا عکس بگیر. همین که شیدر آف باشه عالی میشه. من به هیچ کس رحم ندارم. قرار بود فکر کنم فکر نکن عمل کن. واو تورچ گیر دوتا بودم. دوتا بودم حل بود ولی خوب. واو شب بگیریم بخوابیم. اولین روز بچه ها ماینکرافت سرور خودمون. وای بچه اینجا چرا خفتناکه. واو آهن. اول آهن در شب اول ماینکرافتمون. الان دیو کجا میزنن نمیدونم. دیو یادم رفته کجا میزنن تو ماینکرافت جاوا. ولش کن بابا. بگو اینا آهن باش. اگه خواستیم داشت ماینکرافت 1.25 بازی کنن بگین. من 1.4 بازی میکنم معمولا. ولی هر ورژنی که بگیم بازی کردم 1.25 هم تا حالا بازی کردم ولی خوب خاکش دیدم دیگه.
نه به درد فارم لاوا میخوره. چرا انقدر نورش کمه؟ من نمیدونم چرا انقدر نورش کمه. شیدرامون خرابه. خراب نیستن کامل برای نسخه است. نمیدونم خواست همینو بگم دقیقا اومد. چرا ما هدش دراب کرد. زامبی هد. اولین هده ما پید شد. اولین هده ما. شما هم بر این اساس اعلام میکنم که بر همین کار دوچار میشوید. هدتون رو برام میپوشم، خودتونم میپوشم. اگه فقط نزدیکم نشوید ما هم با شما کاری حتما ندارد. فهمیدید چه گفتم؟ یه زغالم پیدا نمیشه اینجا. خواهشاً فقط اسکلتون پیدا نشه. اسکلتون پیدا نشه. اینا اولین آیرون پخته سروره. اولین آیرون پخته سروره رو خودم پیدا کردم. دیگه نگین اولیشو خودم پیدا کردم. واو. بریم لاوا جان بیا بالا. او چه زغال بود من نیدم. بهتر از این نمیشه. وای اینا میگن چوبام چونه داداش یار بکن. دو تا چوبامو نگرش. قطعی کاری خوب خورد. بچه که تونستم بیشتر در SMP ها ویدیو میذارم. مثلا همین یه SMP خودمونه. یه SMP دیگه هم دیدم نواکی رفت SMP دیدم چه قبول نمیکنم. میخوام باش بازی کنم برم بازی کنم. دیدیم دیگه نواکی رفت دیگه سیزن 6 سیزن 5 سیزن 2 3 بوده. آی پیشم دیگه از کانال نواکی رفتش پیدا کرد. بیا آی پیش میشه پیدا کردن چه نمیشه برید توش نمیری توش. خب مشکلاتی داره. لیست سفید داره. بهتر بگیم خاطر این کار جریمه میشه. همتون میکنه دو 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 میز مزاحم نبود. نگاه نکن چیز نداشت. بریم بالا چوب بیاریم. ای آهن بالاست نیده. ما هر آهنی بود و نیدیم. من هر آهنی بود و ندیدم. باور کنی. نه چقدر آیرون هم بود نیدم.
یا ایران نمونده نه مونده آقای من نمیبینم حقیقت بخاطر نمیره بریم بالا چند تا میشه 7 تا 21 تا میدونم بسیار کلاه نمیرسد کلاه و کفش نمیرسد 7 تا 2 تا 16 6 تا میمونه واو خوشحالم که میبینمت آقای گاسفند سلام آقای گاسفند خوبه حالت؟ نه میخوام بدونم حالت خوبه آقا به من نگاه کن داشتم با طرف بزنم به من بی احترامی میکنی حقت مردنه صورت من نکن چه داری بزی نگاه کن تو هم حقت مردنه صورت من نگاه نمیکنی بچه یه ماینکرافت 1.25 خیلی بده گرافیکشو تو خواستن خوبتر کنم بدتر کردن واو ویلیج ویلیج سلام ویلیج کاشی هر ویلیجی کنار اسپان میشد واقعا خوب میشد خیلی خوب میشد سلام آیرن گالم آیرن گلم نمیکشیم چون ویلیجرها در خطر میشن میدونی ما به ویلیجرها احترام اونا باید به ما احترام بزنیم ما زین نایس اولین زینم پیدا کردیم بوکشل خجالت بکش تو هم بوکشل خجالت بکشید شما باید فرصت به من بدید حالا باید زیاد باشی با اینجا کاری ندارم چون که هیچی ندارم ما ویلش کاری نداریم بریم نونامون تکمیل شد آقای از این به بعد منو آقای نونوا صدا کنید میدونید آخه که بله دیگه ما نونواییم و نون میسازیم واو فکر میکردم اینجا خب بریم بگیریم بخواب خب این چی داد ایداد بی ایدادم منم یک زامبی از من بترسا من زامبیم چطور از من نمیترسه واو میترسم نمیخوره این ویلیج میدونید درد نمیخوره فقط بی درد یه چیز میخوره آیرون گولم پس باید آیرون گولمش بکشیم کجای آیرون گلم ویلیجر داره بهش میگه واو بیا بریم
نکن آیرون گولم ما باید زامبی ها رو شکست بدیم. دیگه دستت من نمیرسه. اون پایین خوش میگذره بهت. چند تا دراپ کرد؟ 5 تا. چند تا دراپ کرد؟ 21 تا داشتم. 8 تاشو دادم. اون 4 تا دراپ کرد. ای محاسبات من. الان فقط میتونیم بگم کفش میتونیم بسازیم. چیزی این نه بس نیست. ای خدا ما رفتیم بای باشی. هو یه شیلد بساز موقع شیلد ساختن. خب شیلد رو وقتی ساختن قطعاً به قسم بگم خب به قطع میگیم یه دونه یک باشی 5 دراپ میشه طبق محاسبات من 4 تا دراپ کرده. 7 تا 4 15 تا 21 تا 6 تا درست. من آقای زامبی هستم. فقط دستامو نگاه نکنید که مثلا رنگ پوستا، ولی من آقای زامبی هستم. من را لایک کنید. فهمیدید؟ من لایک کنید. بفهم. خب هی عجب روستای کثیفی. آقا خوبی؟ اوه چوب‌های رایگان. نایس. سلام. نگاه چشم کن. من یک زامبی هستم. فرار کن. بهت دستور میدم فرار کن. دستورهای من نمیپذیری؟ برو چی دیگه؟ وای بریم. واو. سلام آقای گاه. من که پارکورم خوب بوده. بده. من یک پارکور باز هستم. میدانید؟ نمیرسه انگار. بخاطر همین نمیرسه. عجب هزمی. کدو یه ویلیج اینجاست. زد شد میگه خود تازه کتور دار نشونه میره. کدو نشون میده برش میره.
بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ببخشید دیگه شیده ندارم. تا ویدیو بعدی، بای بای. بچه ها کانال یوتیوبمون رو ساب و زنگوله رو بزنید، لایک هم کنید. خیلی